با درود به شما شنوندگان عزیز. آخرین گزارش رسیده از بیماران اورژانسی از زندان رجایی شهر کرج. اسامی زندانیان اورژانسی که نیاز فوری به مراقبت‌های ویژه پزشکی دارند به این شهر هستش: فؤاد مقدم، سن 64 سال، درد شدید ناشی از بیرون زدگی دیسک‌های ستون فقرات از ناحیه گردن که منجر به تنگی کانال از 7 نقطه شده است. نارسایی قلبی که تحت درمان دارویی 3 ماه یک بار نیاز به کنترل و بررسی دارد. دردهای شدید ناحیه شکمی ناشی از عوارض جراحی و پیوند پروتز در شریان آئورت. 2. امان الله مستقیم، 64 ساله، نارسایی پیشرفته قلبی با سابقه بایپاس قلب در عمل جراحی قلب باز عروق کورنر. 3. کریم معروف عزیز، 72 ساله، سابقه عمل جراحی باز قلبی بایپاس در چند ماه اخیر و نیاز به مراقبت ویژه و درمان دارویی دارد. عفیف نعیمی، 53 ساله، اشکالات انعقادی و سابقه چند مورد آمبولی ریوی و مغزی و از نظر درمان انعقادی بایستی به طور مرتب در بیمارستان مجهز بستری باشد. پارگی پرده گوش و آرتروز اندام تحتانی. 5. کیوان صمیمی، هر 3 ماه یک بار باید چک شود و تحت نظر باشد. 6. عادل نعیمی، تنگی عروق قلب، سابقه چندین مورد جراحی و دیابت متغیر. 7. حسن تفا، 84 ساله، سرطان خون مزمن که باید شیمی درمانی شود. 8. خالد هردانی، 44 ساله، مشکل ریوی و عفونت مزمن و مشکل تنفسی حاد. 9. ریاض الله صبحانی، 70 ساله، نارسایی قلبی و مشکلات سیست ادراری. 10. شهرام پور منصوری، 31 ساله، افسردگی شدید و مزمن و ناراحتی‌های اعصاب و روان. 11. سعید رضا تنزگی، 52 ساله، نارسایی قلبی که قبلا استنت گذاشته و تحت درمان دارویی است. 12. فرهاد فهرنج، 52 ساله، فشار خون بالا و نیاز به مراقبت پزشکی دارد. 13. علی سلامپور، دیسک گردن و ستون فقرات کمری و همینک به علت وخامت حال در بیمارستان است و از ناحیه کمر مورد عمل جراحی قرار گرفته. 14. ماشاءالله حائری، 62 ساله، قلب و عفونت ریوی و اعصاب و افسردگی شدید. 15. نوید خانجانی، 32 ساله، نیاز به عمل جراحی ستون فقرات دارد از ناحیه انتهایی ستون فقرات. 16. حمزه سواری، 31 ساله، عفونت مجرای ادراری و ساز بودن کلیه. 17. سعید آبدینی، خونریزی معده، مشکل مثانه و تکرار و سوزش ادرار، مشکلات بیضه و پروستات. در زمان ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی زانوی ایشان آسیب دیده و تراکم استخوان پیدا کرده. اعضای خانواده ایشان در ایران نیستند، وضعیت جسمانی خوبی ندارند، به ایشان رسیدگی نمی شود. 18. زانیار مرادی، بر اثر شکنجه دچار در رفتگی مهره دوم و 4 شده. البته تعداد 4 نفر دیگر نیز هستند که حاضر نیستند اسم آنها منتشر شود. ما هم به پاس احترام از آوردن اسم دوستان معذور هستیم. گزارشی از وضعیت بهداری زندان و زندانیان بیمار بود و همچنین از بهداری باید یک گزارشی بدم بهتون که بهداری زندان فاقد امکانات اولیه هستش و از لحاظ پزشکی در پایین ترین سطح قرار داره و اکثر دوستان به علت عدم صدور مجوز از سوی دادستانی تهران قادر به درمان خویش در بیمارستان‌های تخصصی نیستند. هزینه‌های بیمارستان به عهده خانواده بیماران هستش. این هزینه‌ها شامل درمان و حتی خود خوراک مأمورین مراقب هم میشه. این در حالی هستش که این هزینه‌های بیمارستان بایستی از طرف سازمان زندان‌ها پرداخت بشه. در هنگام اعزام زندانیان اورژانسی به مراکز درمانی بارها مشاهده شده که زندانیان پس از به هوش آمدن دیدند که با دستبند و یا پابند آنها را به تخت بستند و حتی اجازه استفاده زندانی از سرویس‌های بهداشتی رو ندادند.
نمونه آخر این آقای کریم معروف عزیز هست که با اینکه عمل جراحی قلب باز داشتن ولی با پابند و دستبند او رو به تخت بسته بودن و طبق اظهارات ایشان حتی چندین بار به خود ادرار کرده بوده. اکثر داروهای تجویز شده از طریق پزشک زندان میبایست توسط خانواده‌های زندانیان تهیه بشه و اکثر داروها پس از تحویل توسط عوامل زندان ربوده میشه و در نهایت بارها مشاهده شده که داروهای درمانی گران قیمت نیمی از آنها دزدیده شده. با سپاس از توجه شما دوستان عزیز، بدرود میگم به همتون.